میگه پیغمبر عملا تزکیه میکنه، عملا میسازه انسانها را. چرا بهترین راه تزکیه انتقال دانش نیست، بلکه ارائه الگوست که الگو نشان بدی. بدنه مثلا یک کسی را بگی که قار نشی، به اصطلاح دروغ نگویی، فساد نکنی، خیانت نکنی، این گپا به گفتن آسان است، ولی به یک گپ مردم تربیه نمیشن. هرگاه در کنار هم باشین، شما با به اصطلاح مردم در جامعه زندگی میکنین و مردم عملا در رفتار ما شما ببینه که دروغ هم نمیگیم، خیانت هم نمیکنیم، فساد هم نمیکنیم و مثل ازی سایر الطاف الهی شامل حال ما شماست. بهترین راه الگوگیری و تربیت مردم نشان دادن عملیش است. اینجا خدای متعال به پیغمبر علیه السلام میگه این پیغمبر علیه السلام تزکیه میکنه شما را، عملا بهتون یاد میده که یک انسان خدایی یا یک انسان ربانی چه رقم باید باشه.